آیا می‌دانستید پیامبر صلی الله علیه و سلم بین دو سجده با چند کلمه مختصر چه درخواست‌هایی از خداوند متعال داشتند؟ به پیامبر بزرگوارمان صلوات بفرستید و برویم ببینیم که چی می‌فرمودند. ایشان می‌فرمودند: اللهم اغفر لی وارحمنی وعافنی واهدنی وارزقنی. یعنی پروردگارا مرا بیامرز، بر من رحم کن، به من عافیت عطا فرما، هدایتم کن و روزیم بده. فقط چند ثانیه طول می‌کشد، اما این دعا مهمترین نیازهای یک مسلمان را در خود جمع کرده است: آمرزش گناهان، رحمت الهی، عافیت و سلامت، هدایت به راه راست، روزی حلال و پربرکت. مهمتر از همه، اگر این ذکر مختصر را در وسط دو سجده ایمان بگوییم، نمازمان طولانی تر می شود و خشوع ایمان بیشتر می شود. از امروز این سنت زیبای پیامبر صلی الله علیه و سلم را در هر نماز زنده نگه دارید و اگر این مطلب برایتان مفید بود، آن را با دیگران نیز به اشتراک بگذارید تا در ثواب آن شریک شوید.